وزیر کره داخلی جمهوری تاجیکستان جناب خاکوی منیستر امروزه رمضان همراه من از روی مناقشه‌های سال گذشته سر کردم و یک جای از فهمی تمام مردم تاجیکستان با ما هستیم و از این دشمن من جدی رسول من باید باز دیگر با بازار ساختی من این صنایعی که من روز 14 شده گذشت من شما را در کلگوی شهر قبول کردم از همین روز سر کردم من با یک جای تمام مردم جمهوری تاجیکستان از نوعی دستی جمهوری عربی خاکان تمام جمهوری جمع شده دشمن کامل مبارزه نشان داده که با یک گروه دیگر با خود با همه خود کلام برای مبارزه بوم مرز تاجیکستان هستیم با مقابل دشمن ما مبارزه بودیم که با یک گروه دیگر دشمن احساس کرد که حقیقتا ما یکم پراکندگی نداریم رنگ داریم این لعنت‌های دیدیم با هر کس گپ خود دیگر ما با این احساسات باید رفتیم نکنه ما همه در باشد جای خودم میسپاریم که یکم وجب خوب که اون مرز تاجیکستان ما نمیکنیم ولی از این رو سر کرده باور کنید برای یکم چی ندارم من پسند آمدگی بود میدونم همون سوالی که مردم روح و چوکوی اصل 74 مناقشه بین همین شهرها اینا بحث نمیکنیم ما برای همین تیاری جدی حلوات در گوشای در خونه در طبع